واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم هیچ تأثیری سیت اسکن دادم، MRI دادم، نوار مغز دادم، هیچی نمیتونن. حامد یعنی طلاق گرفتیم دوباره سیری کردیم. منو مجبور کرد که بشینم 25 تا کاربازپین بخورم. 1 سال و نیم ازدواج کردم، طلاق گرفتم بدون هیچ بهونه. باید می‌کردیم این کارو. مادرم اینو خونه نبودن، خونمون لامپش خاموش میشد، روشن میشد. حالا تمام بگو بابا مواظب خودت باش. من تاثیر میذاشم چون من میدیدم، حسشون میکردم، داشتم ازم باشون زندگی میکردم. آقا پویا من قشنگ مردم. بلم کن چی؟ بلم حسن بیا بیرون، بیا بیرون. تلسمو گذاشتن درسته؟ تو قبر بچه. کدوم قبرستون؟ پیننشو پاره میکنم، این سینه‌اش خیلی باد کرده، پیننشو که پاره میکنم میبینن که من دقیقا نیم ساعت مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب رفقای عزیز، دوباره من اومدم، دوباره یه خانواده دیگه توی گیلان اومدم، یه محله دیگه توی گیلان، یه خانواده که سلام داداش، خوبی؟ مخلصم. خوبی؟ سلامتی؟ قربونت. آره دیگه میام. نه اوکی هستش. باید تو ماشین نه راحت اوکی. کار داره فردا عزیز. قربونت داداش، این حرفا چیه عزیز من؟ قربون نوکرتم. من کسایی که میرم دست تقدیر آره اشکال نداره. بفهم تو داشت عزیزی قربونه. بفهم. چند سال اینجایی؟ من 8 ماه. بفهم. من ببخشید. خب اینجا کفشو در بیارم؟ لازم میخواد بری بالا، فرق نمیکنه. نه اوکی. یالا سلام خوبی؟ حالتون خوبه؟ سلامتی؟ خوب هستی؟ قربان شما خوشحال شدیم. بفرمایید. سلام چطوری عمو؟ مرسی عمو. بفرمایید. نوکرتم داداش، عزیز منی، فدای تو بشم، قربون تو بشم. این نبود شد. نه بابا این حرفا چیه عزیزی؟ سلام حالتون خوبه؟ سلامتی؟ نه اوکی، مشکل نه. چون حرفمون شاید متوجه بشه اتاق دیگه باشه بهتره. من میخواد کارتون الان چیز میکنه، الان برات کار موبایل میذاره. بچه نباشه بهتره. آره حرفمون رو گوش نده. خب من اومدم توی خونه، حالا شروع میکنم باشون مصاحبه کردم، بعد پاکسازی خونه رو انشالله ببینیم چجوریه انجام بدیم براشون دیگه. همونجوری که میبینی خونهشون یه خانواده که توی مشکل خوردن و حالا نیازمندن. بیشتر خانواده که میام اینجوریه، سعی میکنم بتونم یه کمکی به حالشون بکنم، یه کمکی حالی باشم براشون. دمتون گرم. خب رفقای عزیز من، حالتون چطوره؟ اومدم پیش یه خانواده عزیز دیگه توی گیلان. این خانواده نزدیک به چندین سال با این مشکلات ماورایی دارن دست و پنجه نرم میکنن و توی خونهشون که اومدم، حالا خودشون اینجا نشستن، وضعیت هم مالیشون هم وضعیت روحی جسمی همه چیشون این داستان همه چیشون رو درگیر کرده. باشون حالا یه صحبتی میکنم، بعدش طبق روال همیشه شروع میکنم به پاکسازی خونه.
اصل مطلب این که صحبت کنیم ببینیم داستان از چه قرار بوده و اینکه چرا این اتفاقات توی این خانواده افتاده و چرا این اتفاقات توی بین خانواده‌های ایرانی اینجور اتفاقات ماورایی پیش میاد. آقا ماهان خیلی مخلصم عزیزی. خیلی ممنون. قربونت فدات شم. برای من توضیح بده که آقا ماهان و خانمشون سمانه خانم هستن. میخوام برام توضیح بدی که این اتفاقات از کجا شروع شد و دلیل این که خواستید من بیام اینجا چی بوده؟ والا این اتفاقات برمیگرده به خیلی سالا پیش که خانمم تقریبا بچه بوده که یه اتفاقایی برای مادرش میفته که از اون طریق انتقال پیدا میکنه به بچه. که اینو باید خودشون تعریف بکنن. خودتون بگید. یعنی از مادر ایشون انتقال پیدا میکنه به شما. آره. من مادرم زایمان کرده بود، منو هلوش 10 روز بود که عروسی عموم میشه، میرن عروسی و اون موقع خب خونه ها خیلی جوشون سنگین بود و اینا. مادرم دیگه از عروسی که برمیگردن هی حالش همونجا هی بد بود و اینا، میان که خونه، حالا طبق گفته خودشون میان که خونه میخوام برن دستشویی، هی بابامو صدا میکنن، بابام به هیچ عنوان جواب نمیده. دیگه مامانم میبینه که بیدار نمیشه، خسته است و اینا، برای خودشون دستشویی پایین بوده، برای خودشون راه میافتن میرن دستشویی. اونجا داخل دستشویی یکی رو به شکل همخدمتی پدرم میبینه. شما رو باردار بودن؟ نه، منو به دنیا آورده بود، من 10 روزم 10 روزتون بود؟ بله، شیر میدادن منو. بعد به دوره بابام اینو میبینه، بعد میگه که اختر من منتظرت بودم. همین که بگه میزنه که بگیره مادر منو، دقیقاً دستش میخوره به سینه مادرم. علامت این 5 تا انگشت خیلی بزرگ روی سینه مادرم مونده بود. دیگه میاد که مادرم همون که میدوه میاد سر جاش میفته. حالا من خیلی گریه میکنم و اینا، ظاهرا از همون سینه حالا چجوری من شیر میخورم و اینا. دیگه این ماجرا میگذره، خیلی گریه میکنم، عمومینا بلند میشم میبینم مادرم هیچ جوابی نمیده، پیرهنش رو پاره میکنم، این سینهش خیلی باد کرده، پیرهنش رو که پاره میکنم میبینن که 5 تا انگشته، 5 انگشت روی سینهشه. بعدا شما شیر خوردید؟ من از همون شیر خوردم. مادرم که دکتر میبرن، دکتر میگه که آقا این کار من نیست، خانومتون رو زدن، بعد ببرین پیش یه دعا کن. یه دعا کن که میبره اونجا، دعا میزنم برای مادرم خوب میشه. این ماجرا میگذره تا 10 سالگی من کلاس 5 بودم. مادرم کرد کرمانشاهه، بچه هرسینه، پدرم رشتیه. که ما جمع میشیم، یه روز رفته بودیم حالا سرزمین مادری اینجا دور بزنیم اینا. خاله مادرم اون گوسفند اینا داشتن تو خونهشون و خونهشون خیلی به طرز وحشتناکی سنگین بود. من از اون بچه‌ای که خیلی چیزا میدیدم. یا رفتیم توی صحرا، روستای شوابش میگن، حالا هرسینی ها میدونن کجاست. روستای شواب یه چاه هست توی اون صحرا که به چاه جنیان معروفه. من که نمیدونستم، به من گفتم، من با هم رفتیم صحرا، به من گفتن که اینجا بازی میکنی اگه تشنت شد به هیچ عنوان سمت چاه نرو، آبی نخور، از اونجا کاری نکن. بچگی رو نشنیدن. ما بازی کردیم، خسته شدیم، آب خیلی پر زلال و من آقا پویا، من واقعا توی زندگی من هیچ آبی به خوشمزگی اون آب نخوردم. هنوز یادتونه؟ وحشتناک خوشمزه بود، سیراب نمیشدم من از اون آب، من واقعا سیراب نمیشدم، وحشتناک خوشمزه بود. موی بدنم وای میسته، چون من دقیقا من یادمه دیگه اومدیم خونه، ما پس فردایی اومدیم برای رشت، دقیقا روز 13 به در بود، سال عید رفته بودیم که برگشتیم 13 رشت باشیم. دقیقا صبح 13 به در ساعت 11 صبح انگار که یکی منو بکشه به سمت تلویزیون، انگار که از تو تلویزیون یکی منو صدا میکرد، سمانه و من به طرز خیلی همین میشنیدم، رفتم چسبیدم به تلویزیون، همونجا تشنج کردم و تشنجای من از همونجا شروع شد.
تا به امروز هم تشنج میکنن؟ مثلا هر چند وقت یه بار چجوری؟ ممکنه سالی 4-5 بار باشه. بله، ولی فواصلش خیلی مهمه. شده توی یه ماه 2 بارم شده. خب پیش دکتر رفتید که بگید دکتر چیزی پیدا کرده؟ قرصاش تاثیر هیچ تاثیر نداره. هیچ تأثیری. CT اسکن دادم، MRI دادم، نوار مغز دادم، هیچ نمیتونن رو من پیدا کنن. همه میگن سالمم و تشنجای تو بیمورده. و من اون سال شروع تشنجم بود، دقیقاً موقع امتحانات بود که دقیقاً من اردیبهشت ماه اون سال من یادمه یکی منو صدا کرد، برگشت هی به من میگفت سمانه تو اینجا اضافه ای، چون خونه ما یه خونه تشنجوار بود بین پدر و مادرم، دعوا زیاد بود، وحشتناک، و آخر سر جدا شدن از هم دیگه. اون موقع خیلی تو خونه ما تشنج بود، بچه اول بودم، خیلی مثلا قصه میخوردم اینا. حالا مثلا توی خواب خیلی اذیت میشدم. یک شب داداشم رو دیدم تو حیاط داره صدا میکنه، بعد اون تشنج رفتم تو حیاط دیدم داداشم نیست. دوباره برگشتم اومدم سر جا و 3 روز بعد یکی به من میگه سمانه تو اینجا اضافه ای، سمانه فلانی، سمانه. من شاید تو ذهنتون یه صدایی با تو صحبت میکرد؟ واقعا آره. بعد منو مجبور کرد که بشینم 25 تا کارمازپین بخورم. قرصه چیه این قرص؟ قرص تشنجه. آقا من 25 تا قرص خوردم، افتادم. من قشنگ دیدم، من اون موقع بچه بودم نفهمیدم، وقتی که افتادم دیدم روحم از بدنم جدا شده، من بالام و مامانم بابام جلوی در، دقیقاً انگار که برام همین الانه صدا میکنن سمانه. من از اون بالا میگم مامان من اینجا، مامان گریه نکن من اینجا، و یکی اومده دستمو میگیره میگه بیا بریم تو اینجا اضافه ای. گفتم تو خدا ولم کن، بذار من برسم، مامانم داره دق میکنه به خاطر من. خب حالا من شاید خیلی این حرفا رو به هیچ کس نزدم، شاید مثلا عممو با آقام بعد سال میشینیم دوره میکنیم، من گفتم آقا پویا من قشنگ مردم، من روح خودم از بدنم جدا شد، من دیدم. من دقیقاً نیم ساعت مردم. من مردم و دوباره روح منو پرت کنه منو به سمت جسمم که قشنگ این روح از این بر اومد و نشست توی یا من به این حالت نشستم. گفتم ماما من زندم، بودم ماما من زندم، ماما من هیچی نیست. بعد اون جریانا آبوی من خیلی چیزا دیدم. من شروع شد دیگه به دیدنهای علنی میدیدمشون، علنا میدیدمشون. من حتی شاید باورتون نشه حالا بگین که برای دوران بچگی نمیدونم، من حتی توی بیمارستان پورسینای رشت به مدت 15 شب بستری بودم و هیچکی پیش من نبود. یه پیرمردی اونور خوابیده بود، یه آقایی هم پیش من که تقریبا میشه گفت اصلا اون موقع 40-42 سالش بود. یه آقای قدش بلند، خیلی بلند بود، به طرز خیلی زیبا بود. اون آقایی که اومد پیش این مرده که بغل دستی بود، بهش گفت آماده ای؟ حالا من داشتم اینا رو میدیدم، گفتم خب حالا یکی، من تا اونجا فکر میکردم یه آقاییه، مثلا یکی مثل ما انسانه. گفت آماده ای؟ دست مرده رو گرفت، مرده بلند شد. من وقتی برگشتم دیدم اون همون مرده جلوی در با اون آقای پرستاره از میونشون رد شد، دارن میخندن میرن و این مرده اینجاست. تو خب بچه بودم، تو ذهنم حلاجی نمیشد من چی دیدم، خدایا این چیه من دیدم. اینقدر بعد بوی خیلی خوب، اصلا اون بوی با هیچ ادکلونی نمیشه مقایسش کرد، بوی وحشتناک خوب میداد. من اونو دیدم که اون حالا اسرائیل بود نمیدونم چی بود، ولی دیدم بردش. من دقیقاً دیدم روحش جدا کرد بردش. من اون لحظه رو دیدم و حتی اون پیرمردی که با سرنگ بهش غذا میدادن من دیدم. خب اون آقایی که اومد دنبالش اون خیلی کهیر بود، خیلی زشت بود، انگار این پرده از جلوی چشم شما برداشته بودن. دقیقاً. خب خیلی اون زشت بود، اومد روح اونو گرفت، اون خیلی زشت بود، انگار که داشت به زور میبردش.
و من 15 شب وحشتناک و من اونجا سپری کردم تو بیمارستان. شب بود، هیچ کس پیش من نمی‌اومد. چیزی می‌بینی؟ بعضی موقع از گوشه چشمم می‌بینم. دستتون داره می‌لرزه. آره. حالا استرس گرفت. بعد 15 شب خیلی بدی رو من اونجا گذروندم و هر شب اونا میومدن پیش من مینشستن میگفتن ما با توییم، ناراحت نباش، ما با توییم. اذیتتون نمی‌کردن؟ اصلا کاری به من نداشتن. فقط مثلا موقعی که غروب میشد مادرم اینا خونه نبودن، خونمون لامپش خاموش میشد، روشن میشد، با لامپامون بازی میکردن. من یادم یه روز مادرم به جار بود، اومده بود رشیات گرفته بود چون وضع مالی اونقدر خوب نبود، داشت مثلا میرفت کار میکرد. به من گفت که مثلا خونه باش، مواظب بچه باش، غروب بیا. من غذا درست کردم، من 2 تا خواهر دیگه دارم و یه برادر دیگه که هممون متلاشی شدیم. اینجوری بهتون بگم توی حالا بدیشونو نگم، خیلی پدر مادرم رو دوست دارم ولی به من میگفتن تو دیوونه. نه هیچ که اصلا باور نمیکرد، هیچ میگفتن، بعد میگفتن که در سر قرصایی که میخوره دفعه میزنه، دیوونه است. خب یه خیلی رو من تاثیر میذاشت چون من میدیدم، حسشون میکردم، داشتم باشون زندگی میکردم. تا مودو پدرم سن 12 دقیقا داشتم میرفتم توی 13 سال شوهرم داد. من پسر بزرگم 25 سال و این آقا شوهر دومم هستن. بعد شوهرم داد و 13 روز از عروسیم گذشت. 13 روز از عروسیم گذشت. این عدد 13 توی زندگیتون تاثیرات زیادی داشته؟ خیلی. حالا بهتون میگم چرا. 13 روز دقیقا 13 روز عروس بودم. شوهرم اینا کشاورز بودن، شوهر اولم کشاورز بودن. رفتم باشون کمک کردم و خونه‌شون خیلی سنگین بودم که یعنی اینجوری بهتون بگم دقیقاً دوم به دوم دنبالم بودن. دقیق. یعنی من هر جا میرفتم میدیدمشون، احساسشون میکردم. یا یکی مثلا موکل داشته باشه یا یکی اصلا هر جا میرم اون سنگینی اینقدر روی من میفته، حالم رو بد میکنه. اومدم خیلی حالت اینگاه که تب کنم، از تب من شروع شد. از تبم شروع شد، گفتم که من حال ندارم، حالم خوب نیست، من میخوام برم بخوابم. حالت اون موقع خونه‌های روستایی گیلان اگه حالا بعضیشون هستن حالت تلاردار بود. من طبقه توی تلار، اتاق من توی تلار بود. رفتم جامو انداختم و یه لیوان آب خورده و نخورده، چون شوهرم اولم یک سر حالا به عیاشی خودش بود، بیشتر هم مواد میکشید هم قمار میکرد. خب بعدش نباشه ولی خب ازدواج ناموفقی بود. خب 13 سالگی واقعا 22 سال از من بزرگتر بود. بعد از یه چشمش هم نابینا بود. خب خیلی راحت پدرم بهش جواب مثبت داده بود، خونه ما رفت آمد میکرد و من بهش میگفتم عمو. برای من خیلی سخت بود چنج شدم باش. پدرتون چرا این کار کرد؟ اصلا انگار که یک زبونشو بسته باشه، یعنی اهل این کار نبود، انگار یکی مثلا طلسمی کرده باشه. واقعا حالا شاید مثلا خود این طرف این کار کرده باشه چون خودش اهل دعا، اینا رفیقای دعا کنه خیلی بالایی داشت. خب ولی توی خانواده ما نه، چون ما خانواده‌ای هستیم که صمیمی، من ایشون عمه منه، با هم زندگی میکنیم، صمیمی، اونجوری نیست. بعد آقای من دقیقا رفتم ساعت دقیقا یادم 11:30 شب بود. یکی به عنوان برادر شوهرم، حالا دیگه من از این به بعد از زبون کسی دیگه دارم براتون تعریف کنم چیزایی که اونها دیدن دارم به من میگن. من فقط اون لحظه دیدم برادر شوهرم حمید اومد جلو، گفت سمونه میای بریم بیرون؟ گفتم خب بریم. منم خیلی قشنگ با همون لباس راه افتادم. ساعت 11 شب تو دهات خیلی سوت کوره، ساعت 7 همه میخوابن. اون موقع قدیمی اینجوری بود، نه برق بود نه گاز بود، چی نبود. آقا من افتادم تو این جاده به سمت رودخونه حرکت کردم. دقیقا خونه برادر شوهر اولین سر رودخونه که میایید از سرپایینی پایین، دقیقا بغل رودخونه خونه شونه. من حتی اون رودخونه رو اومدم پایین که
برم اون بعد شوهرم میاد بیرون که بیاد خونه باباش من اونجا میگیره، میبینه که من دستم اینجوری، دست یکی رو گرفتم دارم باش حرف میزنم، دارم باش میرم اون بر رودخونه که داد میزنه منو بغل میکنه که من محکم میزنمش. جوری قدرت داشتم که به هیچ عنوان نمیتونستم مهارم کنم. خواب و بیداری بودید یا بیدار بودید؟ من دیگه نمیدونم، من چون اینا یادم نیست، یادش نیست دیگه یادم نیست که منو میگیرن لب رودخونه بغلم میکنه برادر شوهرم منو داد میزنه ای خدا برسیم که دختر مردمو بردن، که منو بغل کرد منو آوردن خونه. آقا من فقط فریاد میزدم، جیغایی میگه میزدی تو، به هیچ عنوان من آورده بودن رشت در مونگا 10 تا آرام بخش بهم زده بود، دکتر گفته بود کاری از من بر نمیاد، 4 تا مردونه نمیتونست منو نگه داره. که همون شب رفتم خدا بیامرزه یه آقایی بود به نام ملا عیسی توی خرطوم جاده جیده، یه محله از به نام خرطوم اونجا زندگی میکرد. رفتن دنبالش گفت که این چی کار کرده با خودش، زنجیرش کنیم تا من بیام. منو زنجیر میکنن، زنجیرتون میکنن؟ زنجیرم میکنن، 7 تا قفل بهم میزنن که ظاهرا هر دعایی که ملا میخون من یه قفل من باز میشد. 7 قفل برای من باز کرد و یه دعای سنگینی به من داد. دیگه من به هوش اومدم و تو فقط من ثانیه‌ای که دیگه یادمه بدنم کلا درد میکرد، تمام وجودم درد میکرد، اینقدر جیغ زده بودم 2 ماه صدام دیگه در نمیومد اصلا. که یه دعایی داد، من اون دعا رو 10 سال نگه داشتم. تا زمانی که نگه داشتم آروم بودم، چیزی نمیدیدم، حسی نمیکردم. چی شد از دستش دادی؟ به من گفته بود که میذاری پایین بسم الله بگیر، سنجاق بزن. من یک بار رفتم همون گذاشتم دقیقا روی اوپن که برم بیام دوباره بندازم گردم، چون اصلا نباید جدا میشد از من. برگشتم دوی من زمین و زمان رو گشتم دنبالش، نتونستم پیدا کنم. رفتم پیشش گفت برداشتن دیگه نمیتونم دعا برات بزنم، من اذیت میکنن دیگه برام نزن. از اون موقع دوباره شروع کردم به اذیت کردن؟ شروع کردم به اذیت کردن. 4 سال بعد من جدا شدم. از اون روز به بعد تو زندگی من اختلاف شدیدی افتاد. من آدمی بودم که زبونم بی احترامی نمی‌کردم، هنوزم نمی‌کنم، چون همه اخلاق منو میدونه. اگه 1000 تومن دستم باشه سعی می‌کنم اونو نصف کنم بین کسی که خودم ندارم، ولی سعی می‌کنم که به اون طرفم هم یه چیزی برسونم که اونم کم نباشه. بعد 4 سال طلاق گرفتم، 6 ماه رفتم بهزیستی موندم توی تهران. هیچ کس رو نداشتم از هم نگهداری کنه. پدرم سر زندگی خودش بود، مادرم سر زندگی خودش بود. هر کدوم میگفتن آقا ما نمیتونیم ازت نگهداری کنیم. رفتم توی بهزیستی تهران، گفتن که شما مربوط به رشتین، کس و کارتون تو رشت، ما نمیتونیم نگهت داریم. دیگه با 1001 بدبختی و آوارگی و دربدری من اینقدر منت مادرم کردم، 1 میلیون به من داد با 1000 زجر و عذاب. من یه اتاق گرفتم اینقدری که بعدم با آقا آشنا شدم. خب چرا اون موقع نرفتی پیش مادر پدرتون زندگی کنی؟ قبولم نمی‌کردم. قبولتون نمی‌کردن؟ نه، مادرم گفت شوهرم نمیذاره زندگیم خراب میشه، پدرم هم که به خاطر هنوزم که هنوزه من خیلی دوستش دارم، ولی هرگز سراغ از من نمیگیره. چه خیلی دلم میشه. گیلان زندگی میکنه پدرتون؟ امیدوارم این ویدیو رو ببینیم. داستان‌های ما ربطی به مکان نداره، هر جا میریم هست. آره، هر جا میریم هست. همیشه با ما. قبل از این تو مسکن مر زندگی می‌کردیم. قبل از اون توی یه محله که حمیدیان زندگی می‌کردیم. اونجا که داستاناش طوری شد که چند ماه آخر اصلا دیگه اونجا نموندیم. فرار کردیم از من کراخونه میدادم ولی دیگه نمیتونستیم بریم. فرار کردیم از اونجا. برای چه اتفاقی میفته؟ اونجا خیلی سنگین بود. یعنی اول که اونم یه خونه خیلی کوچیک بود. پارکینگ درست کرده بود. خونه درست کرده بودن. بعدن شب که میشد یه روز حالتون بد شد؟ خوب میشم. این یه چیزاش واقعا قابل باور نیست آقویا. من به طور آماده کار میکنم، راندی میکسرم. یه روز داشتم میرفتم سر کار،
اون روز خانم با من اومد، 2 نفر بودیم، هنوز حتی بچه اولم به دنیا نیومده بود دختر. با هم رفتیم سر کار. من دوشک‌ها رو جمع نکردم، ظرفا رو اصلا همونطور بود. خونه به هم ریخت. رفت خونه هم تو کسی که نمیاد خونه بریم که دیره. با هم رفتیم سر کار، ساعت 5 غروب اومدیم، در رو باز کردیم، اصلا هر جفت موندیم نگاه کردیم هم دیگه رو. آقا ما با هم رفتیم بیرون. میشون میگم باورشات نکنید ولی این اتفاقات افتاده. دوشک‌ها جمع شده بود، ظرفا شسته شده بود، این باورتون نمیشه. همه چی شسته شده بود، دستشویی خیس بود هنوز. یه دونه خونه تمیز شده بود یعنی؟ خونه تمیز شده بود که ما بعداً پیش دارنویسم رفتیم، گفت اینجا داره. تو خونه یعنی با شماست؟ آره داره زندگی میکنه. یه بار تو خونه بودیم داشتیم اتفاقاً اون روز داشتیم کشتی کج نگاه میکردیم. یه دونه کلید بود توی جای کلیدی روبروی من دیدم اون شروع کرد به حرکت، داره تکون می‌خوره، خیلی حرکت میکنه. آره بادم نبود، الان اینجا باد نیست دیگه، همچین چیزی. حدوداً 40-45 دقیقه تایم کشتی کج هم همون حدود بود، من برای همین تایمشو دارم. مثلا 45 دقیقه حرکت کرد نگاه میکرده، گفتم نگاه نکن، تلویزیون نگاه کن، ولش کن، بهش محل نذار. شیر آب باز میشد، سیاهی میدیدی؟ صدا خیلی میومد که یه روز جلوی چشممون کشوها باز بسته میشد. یه لاستیک ماشین داشتم، لاستیک به حرکت اومد، ما اینا رو دیدیم. قشنگ می‌زدن می‌آوردن بس ماشین. برای همین انقدر ترسیدید اونجا رو ول کردن. آره اینا دیگه آخرین نمیشه خیلی جبش سنگین شده بود. حتی همسایه هم دید، شما میگم یه روز یه شب خواب بودیم، می‌خواستیم بخوابیم. من گوشوار رو گفتم از گوشت در بیا، زخمی میکنه فلان. من خودم گذاشتم اینطوری روی اوپن. یه حیاط خلوتی هم توی خونه بود، به خاطر پشتش باغ، به خاطر ماری فلان این چیزی نیاد من قفل میکردم. صبح تابستون بود باز میکردم. یه روز صبح شد، من بلند شدم، در رو گرم شده، در رو باز کردم برم سر کار، دیدم مثل این تنابه که اینجا هست، این یه چشم خورد، دیدم این گوشوارش حلق‌آویز شده، یعنی توی تنابه است. درجه یهو گفتم خدای من دیشب گذاشتم اینجا، درم که قفل بود. باغچه رو نگاه کردم، دیدم خاک باغچه کاملا بیرونه، کاملا، ولی نه که مثلا یه حیوانی بخواد بزنه پخش میکنه، این کاملا بیرون، خیلی تمیز، اندازه 2 تا بیل بیرونه، اونم اونجا آویزونه. بیدارش کردم، گفتم با این چه مسخره بازیه. بلند شدم گفتم با چیه؟ گفتم با گوشوارت اونجا چیکار میکنه؟ این باغچه چرا اینطوریه؟ چه گرفتار شده؟ که دیگه این داستانا گذشت و حالا میگم شیرا همون که خیلی باز میشد. آره بعد خانم باش حرف میزد. مثلا میگفت آره، مثلا میگفت بابا این آقا ببند، مثلا فلان کن. باشو صحبت میکنه آروم میشه. یعنی میبینیشون که باشو صحبت میکنه؟ من دقیقاً حسشون میکنم. تا حالا شده واضح جلوتون ببینید چجوری بوده؟ توی مسکن مهر بود. توی مسکن مهر زندگی میکردم. یک بار قشنگ از پشت اومد بغلم کرد، نمیدونم اینا رو میتونیم پخش کنیم یا نه. من توی اتاق خوابیده بودم، شوهرم صبح بود که دیگه داشت میرفت. من بگم اون همون اتاقیه که دیگه من هرگز تو اتاق نخوابیدیم مثلا. دیگه فوق العاده اتاق سنگین بود آقا، که حتی دخترم اون اتاق یه شب اینقدر جیغ میزد ساعت 3 شب، حالت تصمیم شد صدا آبیا از یه مرد بالغ تون صدای بالاتر. یعنی من گفتم دیگه اون موقع پدرم اینا پایین می‌نشستم، ما طبقه سوم بچه همچین صدایی دارم؟ بله ساعت 3 شب میگفت ما اونجا آویزونه داریم یاد پایین. من پای بچه رو داشتم، خانمم سریع که قرآن رو آورد، سوره جن خون یه چیزایی بلده، من پاشو نگه داشتم، این آسمون رو نگاه میکرد، داد میزد، صدا کلفت آقا، جون نوی آدم سیخ میشد اون لحظه. بچه 40 ساله داره داد میزنه. بچه کوچولوتون هم آره. من دیدم؟ نه دخترم. آره الان 11 چند سالشه؟ اون موقع چند سالش بود؟ اون موقع 4 سالش بود. آره بعد جوری داد میزد، میگفت مار بالا رو نگاه میکرد، من نگاه میکردم، من میگم نگاه نکن، اون داره نگاه میکنه، من چیزی نمیدیدم، ولی این وحشتناک جیغ میزد. من پاشو داشتم، این بالای سرش قرآن میخوند
که بعدن اون اتاق دیگه من هر وقت پا میذاشتم الان یه چیزی منو میکشید نمیتونستم تو اتاق برم دیگه. تو اتاق من 2 تا اتاق خواب بود نخوابیدم. میخوام بگم مکان نیست انگار، هر جا میره بینتون اختلاف میندازه. آره عصبیتون میکنه. من چه عصبی هستم اصلا ما خوب نیستی ولی همدیگه رو دوست دارید. دقیقاً همینطوریه. من یه چیزای عصبی میشم خودم نمیدونم چه عصبیم درسته که خصلتم عصبی آره ولی عصبی میشم، مثلا خیلی عصبی میشم. شده به مقداری عصبی بشید که بخواید مثلا حمله کنید یا اینکه مثلا نه تو ذهن من همش خودشیه کردم این کارو. من باش جدال میکنید که نه نکن این کارو نکن. آره تو ذهنتون هی دارید با خودتون میجنگید. تو ذهن من همش میگه خودتو بکش. یعنی من همین چند وقت پیش بود نمیدونم اینقدر عصبی بودم مثلا همچه آدمی نیستم، مثلا تو بحرش نیستم ولی تو ذهنم میخونه همش برای خودکشی که این قرص خوردم حالا نشده این اتفاق نیفتاد. کسی هم نمیدونه انا همین الان گفتم این قرصو چون که اصلا این کار قبول ندارم، همچه آدمی نیستم برای خودکشی. منو به اونجا میاره موضوعات کوچیک عصبی میشه. موضوعات کوچیک لحاظ کاری و مالی چجور گره میافته تو کار؟ شما که گفتی رو میکسر کار میکنی، میکسر معمولا یه برکت نداره بیا پولی که در میارید سریع خرج میشه یا اینکه الکی مثلا خرج نه حتی اینا نمیشه. مثلا ماشین خراب بشه یا مثلا نمیفهمی چجوری خرج شد. نمیدونم تو میکسر راننده است. یه بار رفتم بیرون اومدم دیدم وقتی در رو وا کردم نرفتم دیدم دقیقاً یه مار خیلی بزرگ دیگه مشکی قشنگ وایساده بود منو نگاه میکرد. خب منم توی خونه منم فوبیای مار دارم دیگه. بعد از اون پمون یعنی جوری شد که شما رفتید بیرون خونه هنوز کرایه میدادید ولی آره 4 ماه قبل از این ماجرا این الان ما خودمونیم دیگه همسایه که دیگه یار ما نیست که بخوام مثلا دروغ بگیم. یه روز من از سر کار اومدم اون موقع یه جا دیگه کار میکردم پخش مواد غذایی کار میکردم. خانم اومد اونجا من یه پولی دادم میخواست بره انزلی یعنی اون مسیر داشت میرفت. من سریع اومدم حمیدیان برم خونه یهو دیدم همسایه بالایی ما یه دختر خانمی بود اومد پایین داره شیشه در ما رو میزنه. خانم صدا میکنه. خب من خندم گرفت داشتم بهش نزدیک میشدم که اون کسی خونه نیست که این کی داره صدا میکنه. بهش گفتم که فلانی کسی خونه نیست در نزن. گفت نه کسی خونه نیست چیه خانم خونه است من دیدمش. من تعجب کردم من که همه الان بهش پول دادم این رفت. منم که از این برگشتم اومدم خونه دیگه کی رو دیده این؟ گفتم کی رو دیدی شما؟ کسی خونه نیست. بابا من دیدمش. گفتم من تعجب کردم یعنی اینقدر سریع رسید خونه یه چیزی جا گذاشت. گفتم باش در زد. من کلید می‌خوام در باز کردم همینجا تاریکه. این خانم یه حالت خشکش زد. چرا؟ چون دیده بوده چیزی. گفت یعنی چه؟ گفتم فلانی خانم صدا کردم گفتم دیدی نیست. گفتم امکان نداره. چون که من داستان خونه رو می‌نویسم گفتم تعریف چی شده؟ این از این شیشه‌های مشجر مثل اون شیشه یکی نزدیک شه دید داره دیگه ولی شطرنجی می‌بینید. شطرنجی آره. این در میزنه خانم صدا میکنه میگه یه چیز یه زنی اومد جلوی شیشه واسطاد. میگه من صداش کردم گفتم زمانه در باز کن منم. میگه چادرشون اینطوری گرفت برگشت به طرف خونه. اینو گفت من وحشتم گرفت. خب این یه چیزی دید اصلا داستان ما رو نمیدونه این خونه چه خبره. این کیو دیده که تو این خونه است؟ گفتم خواهر یه دقیقه بمون من وسایلم بردارم بریم. این بازم گفت من میتونم بیام تو خونه باورش نمیشد. فکر میکرد بازم خودی. گفتم خواهش میکنم بفهم. رفت خونه رو دید. گفت یعنی چی؟ گفتم بعدم براتون تعریف میکنم فعلا بریم بیرون. وسایلم برداشتم رفتم یه زنگ زدم گفتم که نرو خونه تا با هم بریم خونه تنهایی نری خونه. که بعد از اون این ما رو دید تو خونه. یعنی اون خانومه کی بود؟ بعدش اومدید اینجا بعد از اون رفتیم مسکن. مسکنم داستان زیاد داشت. یه بار من میرم سر کار یه نفر به شکل دقیقاً من تو خونه میبینه که من ماشین استارت میزنم میرم صدا رو میشنوه میخوابه با همین دخترم. میگه یهو دیدم سر صدای در باز شد سر صدای تو خونه. گفتم حتما تو چیزی جا گذاشتی. شاکی شد. چرا سر صدا میکنی؟ ما میخوام بخوابیم. میگه تو اومدی تو دم در
منو نگاه کردی، من برگشت به من گفتش که چی میخوای؟ من یه خنده ای کردم، رفتم بیرون. این تعجب کرد این چرا حرف نزدم، مثلا من چرا چیزی نگفتم. میاد بیرون نگاه میکنه، میبینه من اینطوری مثلا نشستم، اینو نگاه میکنم، یه خنده ای کردم. این خنده من نبود، حالت شیطانی بود. آره اصلا خود این بود ولی خندش خنده نبود. من نه، این که این هیچی نمیگه، چون میگم بذار آگاه دیگه. 8 صبح رفتم خونه اینا، اون موقع خونه مثلا من سعی میاد بچه رو بلند میکنه، یه چادر میذاره فرار میکنه از خونه. که من سر کار بودم، مثلا من برنگشتم. بعد اینقدر مثلا انواع اقسام بودن، انگار که قبیله اومده بودن. جن کوتوله پدر منو در آورد، میومد به هم لغت میزد، علنا میدیدم به اندازه اینقدر خب کوتوله بود. فقط من بهش میگفتم تو رو خدا جان مادرت بذار بخوابم. اینو که میگفتم میرفت اون گوشه مینشست. اینا همه قبلا به شما گفته بود. خیلی اینجوری میکرد به من. بعد تا میخواستم بخوابم پتومو یواشکی میکشید، بگم اگه به من دست بزنی کاری باید میکنم که خودت. بعد دیگه به من کاری نداشت، چون مثلا اینجا اگه چیزی گم میشه اینا فکر میکنم بعضی موقع میگم با خودت گیر آوردی فلان، میگم بیار سر جاش بذار. با تو هم میگم بیار سر جاش بذار. یه باش صحبت میکنم. خب به خدا 5 دقیقه نمیشه. پستونک پسرم، چون بدون پستونک نمیخوابه. دقیقاً همینجا بود، بغل دوشکش. دیدین که جاش چجوری پهنه، همیشه همینجوریه، دوست داره بخوابه. اومد اینجا که بخوابه، هر چقدر گشتیم دنبال پستونکش پیدا نکردیم، کل خونه رو زیر رو کردیم. موقعی که بچه به دنیا اومد نوزاد بود اذیت نمی‌کردن؟ وحشتناک. شما که حمل می‌کردید بچه رو اذیت می‌کردن؟ وحشتناک. موقعی که حامله بودم اصلا تو همون حاملی تشنج کرد. یه بار رفتم توی دستشویی، قشنگ منو زد. من یه خانومی منو زد. تو همون صورت شویی خانم‌های حامله رو خیلی اذیت می‌کردن. خیلی اذیت شدم. خیلی هم بده، تشنج نباید میکرد. من به زور در رو باز کردم. اینو اصلا این بچه آسیب دید؟ نه هیچ چیش نه، همینه که اصلا باشه. خدا شد. من خیلی اذیت شدم توی بچه رو اذیت میکنه یا نه؟ این بچه مثلا خواب نداره. پیش چرا؟ دکتر رفتم، نمیزه 7 صبح میخواب بیا. اصلا یعنی دقیقاً بخوابونیش سر ساعت 2:30 شب بیداره. رفتم پیش یه دکتر، برگشت گفت که دختر این کسی که اول که تو یک همزاد داری، انگار که تو رو مال خودشون بدونن، تو هر ازدواجی بکنی منجر به طلاق میشه. چند سال الان با آقاتون؟ خب الان 13 هست. خدا رو شکر. خب ولی با هم سیغه ایم، نمیتونیم. من یک سال و نیم ازدواج کردم، طلاق گرفتم بدون هیچ بهونه. باید میکردیم این کارو، یعنی طلاق گرفتیم دوباره سیغه کردیم. یعنی نذاشتن شما زندگیتون رو بکنید، طلاق گرفتی. آره. شما قبل اینکه با خانم ازدواج کنید این مشکلات رو داشتید؟ من بختک زیاد میشدم. بختک؟ فقط بختک؟ این مشکلات نه، چون عامل اصلی شما نشسته شما هستید. بله خانم. من عاشق مصنوعی جاتم. خب انا مثلا این علنگو رو رفتم خریدم، اینو رفتم خریدم، گوشوار بر خودم رفتم خریدم. اما شبی که خریدم خب شوخی برگشتم گفتم که میخوام به همه بگم شوهرم برام طلا خریده. پویا کاری اون شب با من کردم، من تا حق صبح بیدار بودم. پدر منو تو خواب در آورد. نمیذاشتم بخوابی؟ نه تو خواب خیلی لذت. مثلا فقط کافیه بگم مثلا اینو مثلا این خریده، حتی به زبون بگم، حتی به زبون اگه بگم این کار با من میکنن. اینقدر انرژیشون زیاده. وحشتناک. یعنی همون روزی که من با شما صحبت کردم بهش بلند شدم، بهش گفتم دست گذاشته بودن رو گلوی آرسان پسرم، گفتم پویا داره میاد. نه خب خدا شاهده. جدی میگی؟ خب اینقدر توی خواب اذیت شدم، من تا حق صبح نخوابیدم. بلند شدم برگشتم گفتم میدونی چیه، برای من اینجوری گفته. خب توی خواب خیلی یعنی خب پویا داره میاد. نه قشنگ دست گذاشت بکشمش الان اینو بکشمش. بعد من تو خواب یعنی از همین که توی خواب عمیق نمیرم چون من خیلی خوابم سبکه، همین که سر میذارم چشامو میبندم شروع میکنم. یه شب دیدم قشنگ رفت اتاقی که پسرم اینا میخوابن با پسرم من
دقیقاً با عصبانیت تمام رفت اون اتاق. سریع رفتم بالا سر بچه چاقو گذاشتم اومدم بیرون. تاثیرم داشت؟ خب میذارم حالا چی میگن خودم احساس سبکی براشون میکنم. حتی مثلا ناخودآگاه من خواهرم براش خیلی تلسمینا کرده بودن، یکی رو دوست داشت، بعد اون مادر اون براش تلسی کرده بود. بعد رفتیم توی پارک، آبویا من هرگز اون خانومه رو دیگه نتونستم ببینم. رفتیم توی پارک کرمانشاه. جالبه هرچی ایشون میگن شما تایید میکنی، یعنی قبل اینکه این داستان باشه همه رو به شما گفتن؟ بله. خیلی آره. بعد رفتم توی تابوستان نشستیم توی پارک، یه خانومی از اون دور اومد مثل رمالا بود، رمالایی که توی پارک ها زیادن. برگشت گفت بیا کف دست تو ببینم. گفتم که من نه پولشو دارم نه میتونم. آشغالا رو بریزید تو چیزی نگه ندارید. میشه بهش بگی بیاد با من حرف بزنه؟ آقا باید مواظب خودت باش. برو من حفاظ دارم چه غلطی میکنم. هیچ چیزیست. اینجا هستی، میتونی با من صحبت کنی؟ بسم الله تموم بگو چرا اذیتم میکنی؟ اون پیشم نیست، صداشو شنیدید کامل؟ اون پیشم نیست. هیچ موقع جمع نمیشه، هر کاری کردی جمع نمیشه. اومد ولی بعدش باید